رسیدم خونه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه تصمیم چند ثانیه‌ای جاش تا آخر اون تو صدام باقی میمونه. آقا الان ساعت 3:30 ببینم ساعت حدود 4 ساعت پیش ساعت 11:40 و اینا داشتم تو کوچه میومدم برم خونه. بعد صدای تیغ قراره یه دختری میشنیدم اون سمت کوچه. ولی نگاه کردم دیدم آره پشت اون درخت‌ها یه پسر داره اذیتش می‌کنه. من خودم چی کنم؟ لحظه با خودم گفتم چیکار کنم؟ برم نرم رامو بکشم اصلا به من ربطی نداره. من آدم این کار نیستم، من لاتش نیستم، من تا حالا دعوا نکردم، من تا حالا بحث نکردم با کسی. اما لحظه وجدانم بهم اجازه نداد واقعا. حتی جلو بودم آره چه غلطی داری می‌کنی؟ گفت جون افتاد واقعا. ولی خب جون چه گویی می‌خوای بخوری تو؟ گفتم جلو گفتم بیخیال بذار بریم. یقمو گرفت منم مشت زدم. برای که صورتش رو دیدم چاقو رو در واقعا نمیدونستم چه کنم. چاقو زد که خوشبختانه دکتر بکنم سطحی بوده و حدود 3 تا وقتی بود. خواستم بگم که درسته زخم تا آخر اون روستاتم باقی میمونه، ولی اگه من بازم برگردم به همون 3 ساعت پیش 4 ساعت پیش بازم همین انتخاب میکنم. چرا؟ چون انسانیت ارزشش از هر زخم بیشتره. همین فقط میخواستم. همین. موفق باشین دوستان.